سلام با توجهتان. نشر خبری مستقیما از استودیوی مرکزی رادیو موجر. امروز 26 نوامبر است و ما خبرها را از مسکو شروع میکنیم. رستم موملی و سرگئی سبیانین در ملاقات دیروزه در مسکو به موافقه رسیدند که مناره انعکاس کننده فرهنگ و تاریخ جمهوری تاجیکستان را در باغ ودینخای مسکو برقرار کنند. از 15 کشورهای سابق اتحاد شوروی در حال حاضر در باغ ودینخای مسکو تنها مناره انعکاس کننده فرهنگ و تاریخ تاجیکستان موجود نیست. طبق گزارش ها در سال 1965 مناره تاجیکستان با سبب‌های نامعلوم از باغ ودینخا ویران کرده شد. قرار درباره برقرار کردن مناره ملی تاجیکستان در قلمرو نمایشگاه دستاوردهای خواجگی خلق در مسکو یا خود ودینخا از جانب شهردار پایتخت روسیه سرگئی سبیانین و رئیس شهر دوشنبه رستم موملی در ملاقات دیروزه 26 نوامبر گرفته شد. 25 نوامبر گرفته شد. یادآور می‌شویم که روز چهارشنبه 25 نوامبر سال جاری در جریان سفر خود به مسکو رئیس پالات بالای پارلمان تاجیکستان شهردار دوشنبه رستم موملی با شهردار مسکو سرگئی سبیانین صحبت و ملاقات کردند. اینچنین رئیسان دو پایتخت برنامه همکاری تا سال 2023 را در ساحه‌های رشد صاحبکاری نقلیات، معارف، تندرستی، تکنولوژی‌های اطلاعاتی و اینواسیونی به امضا رسانیدند. یادآور می‌شویم که زیاد از 30 سال مناره ملی تاریخی و فرهنگی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان یک گوشه باغ ودینخای مسکو را آرام می‌داد، اما در سال 1965 آن ویران کرده شد. از عکس‌های باقی مانده تاریخی دیدن ممکن است که معماری غیرعادی مناره ملی تاجیکستان که در آن نقش‌ها، آرایش‌ها، انگیزه‌های عنعنوی شرقی و شکل و ساخت مناره ملی بازگوی تاریخ بوی و فرهنگ بالای ملت تاجیک است. ادامه نشر خبری و در مسکو میمانیم. میگذاریم به موضوع دیگر. رئیس حکومت روسیه میخائیل میشوستین کوتاها برای سال 2021 را برای جلب خارجیانی که در اساس روابط به روسیه وارد میشوند تصدیق کرد. طبق کوتاهای تصدیق گردیده 101871 نفر کارگران در روسیه میتوانند با کار تامین کرده شوند. به نقشه گرفته شده است که بیشتر از 31000 نفر خارجیان به کارخانه‌های استخراج معدن که کارهای ساختمانی، وصل و تعمیری را به انجام میرسانند جلب کرده شوند. بنویسد روزنامه پارلمانتسکایا گازتا. قریب 17000 نفر کارگران خارجی دیگر به کارخانه‌های خرد و کلان صنعتی و تقریباً 12000 نفر دیگر به حیث کارگران ساخت‌های متالورگ و ماشین‌سازی در سال 2021 جلب خواهند شد. سیاست کاهش دادن جلب کارگران خارجی در طول یک چند سال عملی کرده می شود، طوری که وزارت مهنت و شغل اهالی فدراسیون روسیه قبلا شرح داده بود این مقامات اساساً برای آن کارفرمایان کوتا اختصاص می‌دهند که فعالیت اساسی کار کارخانه‌های آنها از متخصصان خارجی یا خود مهاجران مهنتی وابستگی کلان دارد. حالا طبق اطلاع وزارت مهنت و شغل اهالی روسیه تا آغاز ماه اکتبر 363 میلیون نفر شهروندان روسیه باعث بیکار در خدمات‌های شغل اهالی منطقه‌های محل زیست خود به قید گرفته شدند. حکومت روسیه قبلا رویخط اصلاح‌هایی را وضع کرده بود که در آنها جلب مهاجران به کار ناممکن است. از سال آینده کوتا برای قوه کاری خارجی در منطقه‌های روسیه 70% تشکیل خواهد داد. تاجیکستان به رویخط کشورهای شامل کرده نشده است که نمایندگان آنها برای ورود به روسیه به روابط نیاز دارند، اما مهاجران کاری تاجیک عمدتاً در مناطق در بالا ذکر گردیده کار میکنند. تحولات تاجیکستان و جهان را در روی موج رادیو موجر مشاهده ادامه میده و روسیه قانون را درباره دانستن زبان روسیه، دانستن تاریخ و قانونگذاری روسیه برای شهروندان خارجی که میخواهند در قلمرو فدراسیون روسیه کار و زندگی کنند تکمیل داد.
همین طریق قاعده‌های نو برای سپردن امتحان‌های تخصصی مقرر کرده می‌شوند. معلوم است که اکنون مرکب این یا آن امتحان از هدف بودباش شهروند خارجی در روسیه وابسته خواهد بود. تکمیل یا خود تغییرات در امتحان‌های شهروندان خارجی برای گرفتن حق اقامت موقتی یا دائمی و یا پتنت و اجازه‌نامه فعالیت کاری ربط دارد. در روسیه ترتیب یگانه امتحان‌ها، شکل و ترتیب گذراندن آنها، اینچنین طلبات به سطح حداقل دانش مقرر کرده می شود. غیر از این ارزش دقیق خدمت برای تشکیل امتحان‌های همه‌جانبه معین کرده می شوند. یادداشت میکنیم که امروز منطقه های علایده روسیه حقوق دارند روی خط تشکیلات های تعلیمی را که حقوق گذراندن امتحان‌های مذکور را دارند اینچنین ترتیب و شکل سپردن امتحان‌ها را به طور علایده مقرر سازند. طبق تکمیل نوی قانونگذاری مهاجرت روسیه، تنها آن تشکیلات و یا مؤسسه هایی که به روی خط رسمی برای گرفتن امتحان‌های مهاجران شامل کرده می شوند که دارای اجازه‌نامه مخصوص وزارت علم و تحصیلات عالی فدراسیون روسیه می باشند. در صورت سپردن امتحان‌های جاریه به مهاجران شهادتنامه برای 3 سال داده می شود که این برای نفران دارای اجازه‌نامه استقامت موقتی، کار یا پتنت می باشد، اما برای گرفتن اجازت برای استقامت یا خود ونژ حجت نامحدود داده می شود. تکمیل در قانونگذاری مهاجرت روسیه پس از 180 روز انتشار رسمی مورد عمل قرار می گیرد. ادامه خبر هاست و شما مستقیما نشر خبری را در روی موج رادیو مهاجر میشنوید. شهردار مسکو سرگئی سابیانین یک قطار چهارراه محدودکنی را با سبب پنهان شدن سرایت کرونا ویروس که 29 نوامبر به پایان میرسد تا 15 ژانویه سال 2021 تمدید کرد. طبق قرار رئیس شهر مسکو با پرسنل 65 ساله بالا و شخصان گرفتار بیماری‌های مزمن توصیه داده می شود که چهارراه خودنگهداری در خانه را رعایت کنند. کارخانه‌ها و تشکیلات‌های حدود مسکو باید حداقل 30% کارمندان خود را به چهارراه‌های فاصله‌ای کار گذرانند. این محدودیت‌ها آخر ماه سپتامبر در رابطه با یک بار افزایش یافتن شماره سرایت‌های ویروس کرونا در مسکو جاری شده بعداً چند مرتبه تمدید کرده شدند. با گفته شهردار مسکو وضع پنجشنبه کووید 19 در مسکو همچنان شدید باقی مانده است. در طول یک هفته از 16 نوامبر تا 22 نوامبر شماره گرفتاران بیماری شش در زمینه کرونا ویروس 2% افزایش یافته. شماره بستری شدن بیماران در بیمارخانه‌ها با نشانه‌های سرایتی 3% بالا رفته است. سرگئی سابیانین گفته است که سیستم تندرستی شهر با باری خیلی وزنین کار میکند. در مقایسه با ماه اکتبر هموارکنی دینامیکای رشد به نظر میرسد، اما درباره کاهش یافتن سطح بیماری کرونا ویروس حرف نیست. ما باید در دوام یکونه ماه آینده در زیر این چهارراه زندگی کنیم و حتی سال نو را ما با احتمال زیاد همچون جشن عائلوی در دایره خرد خانوادگی تجلیل خواهیم کرد. اما در این زمان کارخانه‌های صنعتی، مؤسسه‌ها، مرکزهای تجارتی و ساحه خدمت رسانی کار خود را ادامه می‌دهند. قبلا دانشجویان دانشگاه‌ها و کالج‌ها و قسما خوانندگان مکتب‌های میانه با تحصیلات فاصله‌ای در مسکو گذرانیده شدند. در مسکو باشد شبانه کار طرفخانه‌ها و مرکزهای دلخوشی منع کرده شده. شماره تماشابینان در تئاتر، کینوتئاترها و کنسرت‌ها نباید از 25% اقتدار عمومی تالار زیاد باشد. تحولات تاجیکستان و جهان را میشنوید. در روسیه میمانیم و فیسبوک برای سرکشی از پیشنهاد معلومات‌های کاربران روسیه به مقامات روسیه 4 میلیون روبل جریمه پرداخت کرد. شرکت فیسبوک برای رد انتقال سرورها با معلومات شخصی روس‌ها و مقامات روسیه 4 میلیون روبل جریمه پرداخت کرد. در این باره اینترفکس با استناد به دفتر مطبوعات دادگاه ناحیه تاگانسک شهر مسکو خبر میدهد. هنوز ماه فوریه سال روان دادگاه شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر را برای ویران کردن قانون درباره نگهداری معلومات شخصی کاربران در روسیه 4 میلیون روبل جریمه بسته بود. شرکت توییتر تا هنوز جریمه تعیین گردیده را پرداخت نکرده است. یک چند کشورها در سراسر جهان قانون‌های قبول کردند که شبکه‌های اجتماعی حدودار می‌شوند که معلومات شخصی کاربران را در سرورهای قلمروی هر یک دولت استفاده کنندگان در علایدگی نگاه دارند. در روسیه نیز چنین قانون از سال 2015 مورد عمل قرار گرفت.
дар моҳи феврари соли 2019 додгоҳ шабакаҳои иҷтимоии Твиттер ва Фейсбукро барои саркашӣ аз додани маълумоти корбарони Русия ба мақомоти Роскомнадзор 3000 рубли ҷарима баста буд. дар соли 2016 бошад Роскомнадзор шабакаи иҷтимоии LinkedIn-ро барои саркашӣ аз интиқоли маълумоти корбарон дар Русия масдуд кард. давоми беш аз 10 дақиқа таҳвилоти муҳимтаринро дар ин соат шунидед. хуш бошед.